در مکتب رقم 85 دهه آل سامان به خوانندگان صنف هشتم هنگام دیدن گفته است که شما که پیغمبر میگوید او صفر است، دوزخ گفته میترسانند، این همه دروغ است، شما نترسید، دوزخ پوزخ وجود ندارد. از شما جناب داملا خواهشمندم چنین زیایی دعوای سیاهی میکرده را به جای خودشان بنشینانید. با احترام خبرنگار سعدالله موسی. السلام علیکم. بابای شما یک گروه از شهر دوشنبه از سخاوت می باشیم. در ناحیه رودکی یک شخص به نام کبود به دختران همین محله گفته است که شما سطر نکنید. آنها را دشنام داده است که این سطر نیست، این لجام خر است و پیغمبر خدا را دشنام کرده است و جوانان ریشدار هم را دشنام کرد. از شما خواهش میکنیم که این گپ‌های ما دروغ نیست، شما جواب گویید، به این بدبخت نصیحت کنید. در شبکه ابونه شدن را فراموش نکنید، زیرا در شبکه ابونه شدن شما نه تنها به خود یک چیز نمیگیرید، شما از آن شخصانی میشوید که دینمان را پنهان میکنید. البته این سخن‌ها را من پیشتر شنیده بودم و به خاطر که انیق نمیدانستم چی شده است من جواب ندادم. لیکن شنیدم در گزیده نجات هم دیروز مقاله در این باب برام دست بچه ها نجات گیری خواندند. اکنون این شخصی که پیغمبر برای ما صفر است گفت هیچ است، من به این خطاب میکنم دادر عزیز، معلم نامحترم صدقی نام معلمی شوی، صدقی نام استادی شوی. حیف همون دولت و ملتی که تو بار این کافر بالای مسلمان ها دا فرزنداش تقدیر شده دستی تو داده است. اولش که وزیر معارف، دوم رئیس معارف ناحیه‌تان، سوم رئیس ناحیه رودکی، چهارم جناب عالی خودش برای خاطر این بیادابی تو در پیشگاه خدا فقط جواب میتیان. فقط جواب میتیان. خداوند مرافعه سعودی دارد، شاید این ظفر امروز کسی مرافعه نکند، دشمن از کفاشن امریکا و اروپا پشتیبانیش میکنه، اما خدا مرافعه دارد آن روز. در روز مرافعه خداوند کسانی که این روی کار آوردن، کسی لجام این نکشیدن، کسی بی‌آدابی او را تحقیر او را نسبت به 1 میلیارد مسلمان نادیده گرفتن، در مرافعه سعودی قطعی شریک هستند. دادر عزیز، این سخنی که تو برای پیغمبر بزرگوار ما گفتی این بار اول هم نیست و آخر هم نیست. از روزی که آفتاب محمدی طلوع کرد، از روزی که این انسان از جانب خدا فرمان پیغمبری گرفت و لا اله الا الله محمد رسول الله را شروع کرد، از آن روز این جانب دشمنان مثل تو مقابل او سخن گفتگی هستند. قرآن برای ما این حکایه کرده است و یقول الذین کفروا لست مرسلا. پیغمبر گفتند محمد تو پیغمبر نیستی، تو رو خدا نفرستاده است. همین گپی که تو گفتی مشرکای مکه هم گفته بودند، همین گپی که تو گفتی هم مسلکانی تو در اروپا هم گفتند، اما خدا در جواب اونها چی گفت؟ حبیبی من محمد از این آزرده نشو، از این خسته خاطر نشو. در جواب اونها با صبر استاده بگو قل کفى بالله شهیدا، شاهد بودن خدا برای پیغمبری من کفایه است. اگر همه جهان انکارم کنن، آفریدگار جهان الله خود شاهد است که محمد خدا است، محمد رسول الله. معلمی نامحترم صدقی نام معلمی شوی، تو جناب عالی را تحقیر کردی، همسر جناب عالی را که امروز سال برای زیارت این پیغمبر بزرگوارش رفته بود تحقیر کردی. ما که تاجیکستانیان 90% من زائدتر مسلمانیم، همه ما را تحقیر کردی. تو خودت چی حساب میکنی؟ تو خیال میکنی که به این گپت آبروی محمد میریزانی؟ تو میخواهی به این گپت آبروی اسلام ریزانی؟ تو میخواهی به این گپت آبروی قرآن ریزانی؟ تو میخواهی به این گپت آبروی علماء را ریزانی؟ نمیتانی. تو همون کورس پرک هستی که در مقابل آفتاب نمیتانی چشم کشایی. تو
همان پشه ضعیف و قناتهای تنک داری که میخوای نوری آفتاب خاموش کنی نمیتونی. محمد پیغمبر خداست. محمد محبوب دل هاست. محمد 1.5 میلیارد پیرو دارد. آی لعین، آی ناکس، تو باید همسایه ها رعایت میکردی. من از مردم آل سوید خواهش میکنم که اگر از بالای این در اداره های داخلدار شکایت نکنن، والله پیغمبر خدا همین شما رو شفاعت نمیکنه. مردم آل سوید، مردمی که فرزندای شما از این سگ، این تحقیر آیدی پیغمبرتان شنیدن، والله اگر خاموش استید و دعوا نکنید، شکایت به جناب عالی نکنید، قسم به خدا این روز جمعه است، این محراب رسول اکرم است، شما رو پیغمبر روتان نگاه نمیکند. از علماءاتان سر کرده به مردم عوامتان و راهبراتان. ببینید در دنیای غرب، دنیایی که حکومت پر به دست کافرها هست، وقتی پیغمبر خدا را صورت کرکتور کردن، چی در شویتزار یا چی در دانمارک و چی در هر دو جا 500-600 تا همگی مسلمان است، طاقت چند پاک نشد و برآمدن میدان دا. اعتراض خود بیان کردم. مردم آل سوید، شما باید با زن و بچه و دختراتان تمام مردم پیش راهبر ناحیه تا میرفتید، میگفتید این کی است؟ آی ظفر، صدقه نام ظفر شوی، تو مغلوب هستی، تو شکست خورده هستی در همین دنیا هم در آخرت هم. تو بدان کی محمد وارث دارد، محمد پشتبان دارد. والله قسم به خدا همین قدر که از اختلاف در جامعه میترسم، از ناآرامی جامعه میترسم، از قسم به خدا که جناب عالی رو حرمت نگم و الا شور بخیزانم که از خدا ترس. اینها همه برای محمد اشک ریخته ایستادیان. آب دیده این جوانه برای محمد است. والله اینها لخچه در دل دارن که اندک پف اینها رو باید طوفان مبدل میکند. آی سگی لعین، هرچی شوخی دارد احکام دین شوخی ندارد. تو خود کافر هستی، ما با تو کار نداریم. آی سگی لعین، اما با پیغمبر ما کاردار نشو، به دین ما کاردار نشو، به قرآن ما کاردار نشو. والله ما تحقیر خودمون میبرداریم. ما رو کسی حقارت کنه صبر بکنم. ما مکتوب های آمدگی است که حقارتون کردگیان بخواد، من صبر دارم، اما در مقابل تحقیر اسلام و قرآن و محمد صبر نمیکنم. خدا از ما طلب کرده است که محمد یاردم کنیم. خدا از ما پیروان قرآن بندگانش طلب کرده است که محمد پشتیبانی کنیم. شما خاموش میستید؟ نویسندگان محترم یگان مقاله ننوشتید؟ شاعرای محترم یگان مقابله ننوشتید؟ علماهای محترم یگان موعظه نکردید؟ پگه خدا چی بگی ما را؟ یا الله، خدا چی بگید؟ خدا چی میگه عزیزان من؟ انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا. خدا میگه این مردم، من محمد پیغمبر کرده فرستادم، وی شاهد دهنده بر وحدانیت من است، وی ترساننده شما را از دوزخ است، وی نجات دهنده شما را از آتش دوزخ است، بشارت دهنده به جنت است. وظیفه شما امت اسلام بر تمام گوشه و کنار لتؤمنوا به این پیغمبر ایمان بیارید. یکم و تعزروه، او پیغمبر پشتیبانی کنید، دوست دارید. مفسرین کرام و تعزروه زمین راجع به سوی محمد کردیان. اگر پیغمبر کسی تحقیر کند شما شنوید و خاموش باشید، والله شما هم در گناه و شریکی است. شما دیوسی در دین سختری از دیوسی در ناموس و در ملت است. تو مرتد هستی ظفر، تو مرتد هستی. این حکم خدا هست، این حکم قرآن است، این حکم اسلام است، این حکم مجتهدان تمام است. من به مردمی که در اون محله تو زندگی میکنی خطاب میکنم، اگر تو بیمار الله فرصت داری توبه کنی، خدا توبت قبول میکنه، لیکن توبه نکرده روی تو را جنازت درست نیست، تو را اوقاتی میکردگید خوردنش حرام است، تو را نکاحت با همسرت بریده شدگی است.
من به همسر تو مادر عزیز خطاب میکنم، اگر این شوهر تو با نکاح اسلامی گرفته باشی، مادر از همه رو سر کرده بو همخوابگیت با تو حرام است، تو نگه دار تا وقتی که توبه نکند، کلمه عرضه کرده مسلمان نشود، لا اله الا الله محمد رسول الله نگوید، مادر عزیز تو رو نکاحت به او حرام شدگی است، تو رو جمع گشتنت به او حرام است. این حکم اسلام است. پیغمبر خدا میگه من بدل دینه فقتلوه، کسی دینش عوض میکند او رو حکمش قتل است. مثل که خائن ملت، خائن دولت، حکومت رحم ندارد، اسلام هم خائن ملتش در رحم ندارد. قرآن میگه و من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. این حکم آخرتی تو در آخرت همراه با لیل میخیزی، همراه با مرکز میخیزی. اسلام دین است که صاحبش خدا هست، محمد انسان است که پشتبانش الله هست. مشرکای مکه نتانستند محمد به جهان سیاه کنند، صلیبی ها نتانستند محمد در جهان سیاه کنند، چنگیز نتانست با او قدرت و قوش اسلام و محمد سیاه کند و از بین برد. 70 سال کمونیستان نتانستند اسلام و محمد سیاه کنند و از بین برند. دیدی در بین 10 سال، ببین در بین 10 سال هزارها میلیونها جوان رو به اسلام آوردند. این دین خداست، این محمد حبیب خداست، فرستاده خداست. در قلب هر مؤمن محبت او هست، در قلب هر جوان محبت او هست، در دل هر کودک از مادر تولد بشود والله در خودش محبت خدا و رسول است. تو نمیتونی با این سیاه کردن با او بیچاره دخترکا عقیدشان ویران کنی. لیکن من از معلمی که همراه تو در همون صنف، معلمی که همراه تو در همون صنف بود و این گپ از تو شنید و خاموش ماند، من به او میگم حیف تو بار این دانشجو، حیف تو بار این مسلمان، حیف تو بار این تاجیک. تو لااقل در مقابل این سگ همون استادگیره که یک ژورنالیست، یک خبرنگار در مقابل بوش کرد، نتانستی یک مشت از دهانش زنی، نتانستی کفشت برداری دست سرش زنی. والله تو رو از معلمی پیش بگردم، من هر با تو رو $100 آیلیک میدادم. خاموش استادی پیغمبر تو تحقیر کرد، خاموش استادی دین پیغمبر تو تحقیر کرد، با گوش کردی. همین است مسلمانی.